من امروز این جردن 4 رو برای خودم میخوام سفارش بدم، ولی سایزش رو خیلی‌ها نمیدونم باید چه سایزی براشون مناسبه بخرم، ولی من تجربی میدونم چی برام مناسبه. میخوام بررسی کنم چارت سایزش رو که شما خواستی سفارش بدی راحت سفارش بدی. قیمتش هم 150 یوروه. با یورو 148 تومانی امروز تقریبا در میاد 22200. چارت سایز سایت نایکی تو این قسمته. اینو که بزنی این پایین همه سایزا رو برات میاره، میتونی انتخاب کنی. خب این پای منه که الان میخوایم اندازه‌شو ببینیم چند سانتی متر دقیق. بریم رو چارت سایز چک کنیم که ببینیم چه سایزی مناسبمونه. از ابتدای پای من، شست پای من تا انتها که اینجا نمیشه، دقت کنین این حاشیه ماژیک نیم سانت، اینجا انتهای پای منه، دقیقاً 28.5 سانتی متره. الان یکی که مثل من پاش 28.5 سانته، چارت سایز نایکی بهش داره میگه 45.5 بخر یا 46، ولی من طبق تجربه میدونم پای من 28.5 سانته و پام میشه 44.5 یا بهتر بگم 10.5 یو اس. حالا من خرید اینو میزنم، طبق تجربه خودم 44.5 رو میخرم، گوش نمیدم به چارت سایزش. ببینیم چی میشه. کفش من بعد 2 هفته رسید ایران، خیلی هم خوشگله، دوستش دارم. همون سایزی که گفتم و تجربه دارم و خریدم، 44.5 10.5 یو اس. میبینید که اینجا سانتی متر رو زده 28.5 سانتی متر، اما توی چارت سایزش گفته بود 44.5 10.5 یو اس، دقیقاً میشه 27.5 سانتی متر. یعنی این چارت سایز نایک داره دروغ میگه علنا. پا هم زدم خیلی خفن راحت، اندازه مبارکم باشه. این لوگو رو نگاه کن، اینجا دیتیل رو نگاه کن، اندازه دقیقاً 28.5 سانت. خوب شد که به چارت سایز نایک گوش ندادیم ما.